سلام بچه ها، امروز اومدیم با آموزش مقدماتی بازی موبایل لجند. پس بریم سراغش. در بازی موبایل لجند 2 تیم 5 نفره روبروی هم قرار میگیرن. هر بازیکن یه قهرمان انتخاب میکنه که قابلیت ها و نقش خاصی داره، مثل جنگجو، تانک، جادوگر، تیرانداز و پشتیبان. هدف بازی تو اینه که از پایگاه خودت محافظت کنی و در عین حال به کمک تیمت پایگاه دشمن رو نابود کنی. نقشه بازی شامل 3 تا مسیر اصلیه: وسط، بالا و پایین و جنگل که پر از منابع قابل جمع‌آوری هستند. هر قهرمان یکی از این نقش ها رو داره: تانک، جذب ضربه برای تیم، خط مقدم نبرد. فایتر، متعادل بین حمله و دفاع. اساسین، سریع کشنده، مناسب برای حذف هدفهای مهم. میج، استفاده از جادو با آسیب بالا اما دفاع ضعیف. مارکسمن، آسیب از راه دور مخصوصا در اواخر بازی. ساپورت، پشتیبانی از تیم با درمان و سپر یا تقویت. هر بازی حدود 15 تا 20 دقیقه طول میکشه. میتونی قهرمان ها رو با طلا یا الماس درون بازی باز کنی. سیستم رتبه بندی رنکینگ مود داره که بازیکن رو بر اساس مهارت ها طبقه بندی میکنه. قابلیت بازی تیمی با دوستان از طریق گروه کلن وجود داره. وقتی اولین بار بازی رو اجرا میکنی یه بخش آموزشی داره که بهت یاد میده چطور قهرمانت رو حرکت بدی، چطور دشمنان و مینونه ها رو بزنی و چطور با همتیمیات همکاری کنی و اینکه تمرین کنی تا عادت کنی به کنترل جویستیک و اسکیل باتن. تو شروع بازی چند تا قهرمان رایگان دریافت میکنی و من بهت پیشنهاد میکنم لایلا، میا، بالمون و ادورا رو حتما بازی کنی، چون علاوه بر آسون بودنشون دمیج های خیلی خوب و مناسبی دارن و به مرور زمان با استفاده از بتل پوینت داخل بازی میتونی قهرمان های جدیدی بخری. هر قهرمان نقش خاصی داره. سعی کن بفهمی از چه سبک بازی خوشت میاد. تانک یا فایتر، دوست داری وسط درگیر باشی؟ میج یا مارکسمن، عاشق حمله از دوری؟ اساسین، دنبال سرعت و حذف سریع دشمنی؟ ساپورت، اهل کمک به بقیه. از بخش کلاسیک مود شروع کن. اینجا برد و باخت روی رتبه تاثیر نداره، پس میتونی راحت تمرین کنی. وقتی تسلط پیدا کردی برو سراغ رنکینگ مود تا امتیاز بگیری و لول بالا بری. توی نقشه خیلی باید مراقب باشی. برجای دشمن رو یکی بزنی. حیله های مهمی که به تیم قدرت میدن مثل ترتل، لورد رو بکشی. امیدوارم که از این توضیحات لذت برده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین.